قیمه ها رو میری تو ماستان؟ سلام علیکم به جگرهای سکسی خودم. حالتون چطوره؟ گرواله که بفید از وجود خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدید خودتون. میگن توییتر شده پر از سمای جنجالی. بدون معطلی بریم برای ویدیو، پس لایک و سابسکرایب و زنگ رو فعال کن بدون که امیر باکس ویدیو گذاشته. بریم برای ویدیو با این انرژی خیلی خفن. لیتس گو. اولین عکس میگه که کی میاد بره تو اعلام حضور. اولی اسکرین شاتمون چرا اینجوری شد؟ یه جوری میگه انگار مثلا موزه است. کی میاد بره تو موزمون؟ عجب چیه حالا. بشه برای دومی. منم در جنگ توییت اصلی رو پیدا نکردم. کت کنم کت نمیدونم چیه، ولی تا اونجا که اینو کت همون که میپوشن نیست مگه دوستان. چیکار کنم؟ عجب چیزه توییتر واقعا چقدر چیزا خفن میگم، چقدر زیاده. چقدر هم کومنت اینا برده رو بریم بعدی. انگار خرداد جنگ زده. خب یه دونه گربه است تو توی قضیه جنگ. انگار توییتر وضعش خیلی خوب در من میدونستم زودتر میرفته توییتر میزنم میبینم. من همیشه وقتی اینجور چیزا میبینم یکم آره دیگه یه آدم دست تو دلش نیست. دست تو دلش یعنی دست تو دلش نیست، دست تو پا کجاست؟ ولی چقدر سمای وحشتناکی آدم وحشت میریزه. بذار بینم. آره سمام ریخت، سمم ریخته اینجا. چقدر نمکم در جنگ. موشونا همه در جنگ ماشالله. ماما میا ماما سیتا. چقدر کیوته. من برای اینا چی بگم دیگه؟ حوری های بهشتی هست. مگه آدم میتونه به اینجور چیزا به این یعنی به این چیزا چیزی بگی؟ یعنی آدم ها میکشن. در همه‌شون در جنگ. بارو کام شو بابا. این توییتر کی بود؟ خدایش دمتون گرم دوستان. این توییتر های تاتو تی 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 تاتو تاتو قاطی کردم همه چی و اینا میچسبونم میزنم میره تا تاش. اصلا چرا قیمه ها رو میری تو ماستان؟ چرا قیمه ها رو میری تو ماستان؟ ماشاءالله این اسکرین شات هایی که شما فرستادین از توییتر برام خداییش خیلی خفن بود. به عکاس عروسی شام ندادن، او هم عکس‌ها رو پاک. پس یادتون باشه همیشه اولین چیزی که باید بکنیم به عکاس شام میدین. عکاس شوخی ندارن، یعنی پاک میکنن همه چیز زندگیتون به چخ میره. میدونی دیگه تنها یادگاری که از عروسی میمونه از عکاسات. پس قدر عکاسا رو بدونید. آره پس با عکاسا شوخی نکنید. یه شب چند صد میلیونیتون اینجوری به چخ میره. از عکاس شوخی بردار نیست. ولی ضربه‌ای که این پسر به رابطه های امروزی زد قابل جبران نیست. فکر کنم وینیه. به نظرم میاد که به زبان چرا بازی دستی دار ضربه میگه بازی صابون نیست. راست میگه پایینی میگه ضربه که شما به دیکشنری و فرهنگ لغت فکر کنم ده خدا بود زدی وینی هم شرکتی. خیلی سم بود. اسکرین گرفتم باجه. خب اگه یه نوشیدنی بودی چی میشدی؟ آب موز. آب موز؟ میگه آب موز داریم. موز مگه آب داره؟
یعنی میگه همینقدر بدشانسم تو زندگی مینه ها. یعنی میخواستی تو بین این همه میوه ها یه آب یکی از اینا بودی، آب یکی از این میوه بودی، آبموز میشدی. یعنی در همین حد من بدبختم. یه شانسش مثل منم آب آناناسم. ای خدا. اگه تا اینجا ویدیو خیلی خوشتون اومد حتما لایک و کامنت هم بذارین که عشق و حال کنیم ما. یه روز بعد اینکه شیو میکنی خداش این یکی از مشکلاتی که همه دارن، یعنی چه دختر چه پسر دارن ها. یعنی چه بری لیزر چه شیو کنی چه با این چیزا سفید دست میزنن. من حالا پوستم حساس نمیتونم بزنم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. شالیزار برنج. بریم برنج. دیروز با استاب رفتم خونه شد 151,000 تومان. چی؟ 151,000 تومان؟ فکر کنم تهران ایناست دیگه، چون آره دیگه این برای 150,000 تومان تو باید کل شهر رو میتونی بگردی. سمتای ما در این حد، یعنی اینجا ارزونیه. باشه وای. خب ولی اون روز پیوده باری کلا باری زبون قاصر از این همه توضیح خوب میگه. ولی امروز پیاده رفتم 1,449,000 تومان و همه معنی این توییت شده رو متوجه نمیشن. یعنی مغزش که با استب رفتم هیچ دلم نخواست بخورم، ولی الان واقعا جوری دیگه میخواد پیاده بری یکم قدم بزنی دیگه مثلا بلال میخواد، اینو میخواد اونو میخواد. یعنی مثلا هوا گرمه الان مثلا چی میچسبه، مثلا بستنی میچسبه، بستنی بخوریم برادر. حالا اسمش نمیدونم که من نوشته بوم، ولی برادر من خواهر من سعی کن با همون اسنپ بینی. شما تا سر برد دووم نمیاری ورشکسته میشی. آره این برای بعدی. من اگه مادر بشم خب یه شیکاگویی برای بچه بخر. خب داره گریه میکنه، شیکاگوییشو من خوردم. انگار مثلا پدره، مثلا من مادر، یعنی خود خری. خانومم برای من پیام زدی که برای بچه شیکاگویی بگیر. منم شیکاگویی رو گرفتم. یعنی مادر شیکمو اینه. خود همه مادرها رو حفظ کن. یعنی از خودم میخوام همیشه سایه مادرها تو بالا سرتون باشه. واقعا یه نعمت خوبیه و حتما قدرش رو بدونین. پس یه قلب نارنجی برای مادرای عزیزمون بذارین. فدای همه مادرها بشم. جدی میفرمایید؟ یک لحظه آنبلاک رو میخوام توضیح. دیدی وسط چت دارم ما میگه حرف میزنم، مثلا پسر داره با دختر حرف میزنه فلان، ما یهو دختره بلاک میکنه دست بیرون لای در. خب نوازم دارم حرف میزنم یه دقیقه وایسا بعد بلاک کن. زمان ما اون زمان میزنن لاین وام. What? وای بری نبود اون زمان این اتفاق خیلی میافتاد. پس مراقب باشین که دستتون لای در نمونه. بیشتر پسرها به رابطه ها با خانم هایی که از خودشون بزرگتر هستن علاقه داره. دلایل زیادی هم داره، اما یکیش اینه که بیشتر درک میشن و تو رابطه خبری از اون دعواهای بچگونه قهر الکی نیست. پسر 19 سالشه 38. نایس. انشالله که به خاطر اونه. حالا ما مبنا رو میذاریم که به خاطر اینکه اعصاب آخه 19 ساله چرا باید اعصاب نداره؟ این برای من سواله. بگو من یه آدم پخته تر یه چیز آره دخالت نمی کنیم انشالله که اونجوره. تو توییتر توییت میزنن، تو تریدر تر میزنن، تر اون برنامه ها تازه اومده اینجوری یه چیزه. تو توییتر میزنن، تو تر کلمه او خدا ای با راست میگه چقدر کوگولی مگولیه. انشالله برای همتون آرزو میکنم که یه بچه خیلی کوگولی مگولی داشته باشین باش عشق کنه. ولی اولش باید ازدواج کنین، بدون ازدواج نمیشه. اینجا ایران است داداش. می قبول کنه قد تشابهش قشنگی. خانم النا دمت گرم خیلی خفن بود، حال کردم خداییش خیلی خفن بود. فکر نمی کردم یه روز ترکیب جناب خان و تتل جناب خان آره اینجوری میشه. چقدر شبیه در آوردن.
قشنگ سازنده ذهن خوبی داشت خانم الی. ذهن خیلی زیبایی. شما رو باید ما در ناسا ببینیم. برای آقای تتلوی عزیز آرزوی آزادی میکنیم. انشالله که اوکی میشه و آزاد میشه. واقعا دلتنگ صدای خفنشیم. من واقعا صداش دوست داشتم. انشالله آزادی امیر تتلو. خب همینجوری بیا بشین رو صورته؟ نه مرسی آخرم باید که روز دیگه میشه 10 میلیون پول تراپیست. چقدر تعارف هم نمی کنه 10 میلیون چیزی شده؟ فکر کنم به خاطر اینکه از یادش ببره این خانم محترما. آره بعدی نتیجه خرید لباس اینترنتی. سمت چپیه لباسی که اینترنتیه، یعنی اینجوری تو آنلاین شاپ ها گذاشته خانم نه آغاز. وقتی میخواد سفارش بدی سایزو نمیدونی یا سایزو میگی بعضی از آنلاین شاپ همشون نه، واقعا بعضی از آنلاین شاپ همیشه دقت کن نماد الکترونیکی رو داشته باشه. الکتریکی نماد اعتماد یه لوگو هست اون رو بزنی یعنی ثبت شده شرکته. هیچ وقت مثلا بعضی مثلا پول میخورن گلو برداری میکنن با اون کار نداری، با بعضی هم از قصد اشتباهی میفرستن. اینجوری میشه. چیه 5 سال از ماما میا ماماسیتا کاچل. الان یکم پیش گفتم اومد راست میگه. یه زمانی بود دختره غوغا کرده بود الان نمیدونم کجا میگه ماما میا ماماسیتا کاچل. فرانسه بود ایشون. اصلا از بچگی تو فرانسه بوده شده بودم و اتروتکولوم تبلیغات میکردم. واقعا دمشم یه زمانی اکسپلور گرفته بود تنهایی دست خودش. واقعا برو میخواد ببندیم ویدیو آخری توییتر ما بود. اگه دوست داشتین میتونیم پارت دومش هم براتون بسازیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. مراقب خودتون باشین. همیشه بخندین. سرتون تنتون سلامت باشه. لبتون خندون باشه. پس کلی همتون. See you.